فهم قرآن بشوي آسان در جلسه ششم شما عزیزان را خوش آمدید میگویم. الله رب العالمین قدوم شما آمدن شما را دربار خود قبول فرماید و ما و شما فهم قرآن را نصیب فرماید. ارزیابی درس گذشته را قصرا بکنیم. دیروز چی درس ما چی بود دیروز؟ بله؟ اذان بود. ماشاءالله. اذان چی معنی؟ اعلان. اعلان برای چی؟ مسجد بین نماز بخوانیم. ماشاءالله. خب در باب قواعد چی خوانده بودیم؟ این طرف بله. لی من عن و وظیفه خانگی که بود اجرا شده انشالله. نه کسی اجرا کرده کسی؟ شما میشه رساله را بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. الليل معنای برای ولله ملک السماوات والارض بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله لله اله خب. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. الحمد لله رب العالمين ولله ميراث السماوات والارض وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قل من كان عدوا لله وملائكته ورسوله قل من كان عدوا لجبريل ولله المشرق والمغرب دون صوت عارف من كما قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس ومن شر عقدة من الجنة والناس. اگر سوره فلق از قل اعوذ برب الفلق من امر چی یک جای شده؟ من شر من از مونیده من از کلمه از است. من شر من شر و من الجنة. دیگه سوز والذین در سوره بقره است والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من يجي يوم قل نهبط منها جميعا قل نهبط منها ثم بعثناك من بعد موتكم ثم توليت من بعد ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أخرجوهم من حيث حرف عن معنای از هست واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. دیگه و من یرغب عن ملت ابراهیم یسألونك عن الاهله یسألونك عن الشهر الحرام یسألونك عن الخمر کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. جزاک الله خیرا. لیکن این مثالا شما همراه اسم آوردین، یعنی همراه لی من و عن بعد ازو شما اسما را آوردین. عن المنکر لله. زیاد تمرکز ما ای بود که شما ای همراه ضمائر هفتگانه بیارین. ازو شما یک مثال من آوردین. بله؟ کسی او قسم جور کرده؟ اولی سب جعل له باز اشاره چه قسم میشه؟ له. قلنا لهم یک قسم. له الملك يتبين لك سيس يقول لكم سيشد إذن لي قسم. سيغفر لنا ولها ما كسبت. لها يكمش. ما شاء الله. شو ما نوشته کردین؟ سيس له الملك. بس یک مثال
دیگه نوشته نکرده. لكم دينكم ولي دين. لکم ولی الدنيا ها؟ لهم في الدنيا لهم في الدنيا وإذا قيل لهم لا تفسدوا لهم سيس مثلهم كمثل عندكم يخو عند نسبة شوية عند نوز نرسيدم ولهم أزواج مطهرة ولهم سيشد ولهم عذاب أليم ولهم سيشد لهم مغفرة من ربهم درست وما لهم من ناصرين وما لهم لهم كلما أضاء لهم مشوا فيه لها كسبت هارون أخي لها ما كسبت أولئك ما كان لهم أن يدخلوها لهم ما كان لهم من قبلهم مثل قولهم مثل قولهم لهم لا ولام قولس لهم نس قولي من قبلهم من قبلهم ونجم جاز ونجم لام قبل أس شو ما ولهم في الآخرة درس شو ما تشي قفتن هارون أخي يعني نسبة أخ بأي شو ذا لكن إن جانا من أسنى عن أسونا من عند الله لكم أعمالكم ولنا أعمالنا. لكم من يعني عند الله عند خوانوس موشما نخواندم ما كسبت لكن سبب دي خلق سبب نور. سر پینا ده اخلاص شوه بالکل سر خلاص نو رشتیم یعنی مایی را گفته بودیم که ای 3 حرف جر ل من و عن ای کثیر الاستعمال است. اول خوی را ما شما فهمیدیم که ای حروف همراه فعل می آیا، همراه اسم می آیا، همراه ضمائر هم می آیا و ای هم اسم است. لی من عند الله ومن راغله من راغله خو منګه دا ویلو چې دا د ضمائر سره راوړي لکه منهم څومره زیات دی منکم منا مني منك منكم یعنی مطلوب دا چې ستاسو تمرین اول د ضمائر سره وشي د اسم او د فعل سره د حروف تمرین به رسته خبره ده ځکه او تاسو هم داسې تدریس کوئ تر څو چې آسان خلکو ته زده شي آسان نو دین وروسته چې بیا د دې حروف استعمال د اسماء او د افعال سره د بیا هغه دینه لږ مشکل دی خو بیا هغه اسانیږي نورو ته او زمونږ استاد قاعده دا و چې آسان د مشکل په لور اول آسان او بیا وروسته مشکل على كل حال الحمدلله بعضم خوب بود که با قرآن کریم مراجعه شده و دوستا کوشش کردن الله رب العالمین برکت نصیب فرماید و فهم قرآن و رابطه قرآن را به ما شما عطا فرماید. ما شما عزیزان گرامی ملاحظه می فرمایید که در این درس در اذان صبح جمله که اضافه میشه و جمله که در اقامت اضافه میشه او را میخوانیم و دعاهای قبل از وضو و بعد از وضو و دایی ما شما 6 کلمه جدید یاد میگیریم ترجمه و معنای او که در قرآن کریم 3796 بار آمده. معنیش است که این کلمات هم بسیار زیاد در قرآن کریم آمده و ادعیه و او اذکاری که او را ما شما اش اسپیش یاد داره و با تسلسل حروف جر امروز تمرین حرف جر ب فی و علا را میکنیم و ای را باز ما شما میبینیم که چقدر زیاد در قرآن کریم به ضمائر هفتگانه استعمال شده و نکات تربیتی هم داریم که با هم انشاءالله پورا شریک میسازیم. در اذان صبح
ما و شما بعد از حی علی الفلاح چی میگویم؟ الصلاة خیر من النوم. الصلاة خیر من النوم. بگوین بعد از حی علی الفلاح دو بار ای خوانده میشه. الصلاة خما و شما خواندیم چی معنی داره؟ نماز. خیر بهتر و خوبتر. خیر خیر ای دری هم تفضیل است، یعنی نسبت بدیگه، یعنی مقایسه است. در تفضیل که هست و مقایسه است، یز دیگه ای بهتر است، خوبتر است. من را ما و شما خوانده بودیم چی معنی؟ از. نوم. النوم. نوم در قرآن کریم هم آمده که همه ما و شما میفهمیم که نوم چی را گفته میشه؟ خواب. استراحت که میشیم و چشم ما پت میشه، ای خواب هست. پس ترجمه کنین الصلاة خیر من النوم. خواب. از خواب. نماز بهتر است از. ای در کدام اذان خوانده میشه؟ در اذان صبح. در اذان صبح وقتی که شب به نهایت خود میرسه و هنوز مردم، اغلب مردم، بعضی الحمدلله بیدار میشه، لیکن اکثر مردم او وقت در چی هستن؟ در خواب است. مؤذن صاحب میگوین که در کاری که شما مصروف هستین یک کار ازی بهتر موجود است که او چی هست؟ نماز است. پس برخیزین در کاری که شما هستین او را ترک کنین و کار بهتر و خوبتری که موجود است به او متوجه شوین، به او طرف بیاین. الصلاة خیر من النوم. عزیزان گرامی، خواب این شبیه به مرگ است. با همین خاطر در قرآن کریم ای آمده الله رب العالمین می فرماید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. شباهت خواب به مرگ چی هست؟ مثل که یک کسی که روحی او پرواز بکنه و روحی او از بدن جدا شوه، او در اطراف خود در چیزی که میشه او را نمیفهم. و خواب کسی که خوابش بسیار عمیق باشه، عمیق اسم است، در اطراف یک کسی که خواب هست هر چیزی که میشه او نمیفهمه. حرکت ارادی را کرده نمیتونه کسی که در خواب است. کل حرکات او غیر ارادی هست. به این خاطر تصرفاتی که او میکنه به او مأخوذ نیست، او در عالم خواب است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم به این خاطر فرموده که این مرفوع القلم است و عن النائم حتی یستیقظ. تا وقت که بیدار میشه مکلف نیست. و کسی که بالای و مرگ طاری شوه او از مکلفیت برآمد. درست است که سیستم های جسم انسان عمل میکنه، فعال است، قلب فعال است، حرکت است، گرده ها فعال است، جهاز تنفسی فعال هست، این فعال است، لیکن به هر حال بعض شباهت ها به چی داره؟ به کسی که مرده هست. ما شما میبینیم که خواب در حقیقت این خواست بدن انسان است. انسان خسته میشه و بعد از او ضرورت پیدا میکنه که خواب شوه. و نماز این خواست و تقاضای روح انسان است که معنویات و روحانیات انسان توسط او بالا میره. این معراج المؤمنین هست. انسان دی هم کلام میشه و الله رب العالمین. فلهذا در نماز صبح که عموما مردم خواب میباشه، مؤذن صاحب این کلمات را اضافه میکنه
رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم داده به مؤذنین که در نماز صبح شما وقتی که مردم را فرا میخوانین توسط اذان اونجا این جملات را بگوین: الصلاة خیر من النوم. علما میگوین، علمای طب، اطباء، که وقتی که انسان خوابش بسیار دراز شود و بسیار طولانی خواب بکنه، یک نوع در جریان خون چی می آیا؟ یعنی رکود می آیا. به یک فعالیت ضرورت داره که فعالیت بکنه، حرکت بکنه. با این خاطر میگوین که عموما سکته های قلبی و سکته های مغزی در وقت صبح و در خواب صورت میگیره. یک انسان زیاد خوابیده و بدن خود را حرکت نداده، فعالیت نکرده، یعنی در نتیجه فعالیت حرکت طبیعی است که خون جریانش بیشتر میشه و او رکود و جمودی که آمده او از بین میره. لیکن این خواب اگر بسیار طولانی شود این به صحت هم مضر هست. پس ما و شما را مؤذن صاحب دعوت میدهد که الصلاة خیر من النوم، بر علاوه از او خیری که ما و شما در جماعت به دست میاریم، به مسجد که میریم، از هوای تازه صبح که انسان زیاد با هوای تازه ضرورت داره، با اکسیژن ضرورت داره. و اگرچه فضای ما و شما در شهرها زیاد چی نیست، لیکن به هر حال در وقت صبح نسبتا خوب می باشه، نسبتا که هنوز موترها نبرآمده به سرک ها، هنوز کارخانه ها چی نشده، فعال نشده، نسبتا خوب است. ولی در اطراف خوب بسیار جالب است این هوای صبح ما و شما وقتی که در اطراف میریم. پس الصلاة خیر من النوم، خیری و بهتری و از لحاظ معنویات هم هست، چون که خواب تقاضای بدن هست و نماز خواست روح هست و امی قسم که بدن ما با غذا نیاز داره، به خوراک نیاز داره، امی قسم روح ما به خوراک نیاز داره و خوراک روح ما امی عبادات شرعی هست و امی فرائض است که شریعت اسلامی ما را به ادا کردن او مکلف کرده. الصلاة خیر من النوم. فلهذا در وقت هم کسی که بیدار شده با مؤذن ای جواب بگویه و مرش تکرار کنه که الصلاة خیر من النوم. تو راست گفتی که الصلاة خیر من النوم. و جمله‌ای که ما در اقامت بر علاوه از اذان او را اضافه میکنیم او جمله است: قد قامت الصلاة. قد همه تان بگوین، بعضی مردمی را غلط میگوین، یعنی اجی صاحب قد قامت الصلاة. اونجا او روز یک کسی اقامت می قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة تی، قد قامت الصلاة همینطور گفته روان. قد قامت الصلاة. ما به شما گفته بودیم که اذان، اقامت، نماز جنازه ای را هر مسلمان باید یاد داشته باشه. این طور نشوه که ولا کسی نیست که اقامت بگویه یا جماعت چطور استاد شوه. بیشتری جای ما و شما روبرو میشیم میگم مولا صاحب خودت اقامت بگو، او یاد نداره. باید را یاد بگیرین. اقامت فقط کار و ټیکه‌داری یک نفر نیست، یک چی نیست، او را باید هر مسلمان یاد داشته باشه. فلهذا بگوین قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. خب این چی وقت گفته میشه؟ بعد از حی علی الفلاح در اقامت. بین اقامت و اذان چی فرق است؟ این فرق است که اقامت اعلان برپا شدن نماز هست و اذان اعلان چی هست؟ دعوت به نماز است که شما آمدگیتان بگیرین. با همین خاطر عموما بین اذان و بین اقامت جماعت یک فاصله هست، بس جای 15 دقیقه جای 10 دقیقه هستی. به همین خاطر هست
ای به این معنی هست عزیزان گرامی که مسلمان بعد از اینکه اذان شنیده یا پیش از اذان وقت به مسجد آمده، تحیت المسجد هم خوانده، اگر سنت باشه و نمازی باشه که پیش از او سنت خوانده میشه، مثلا نماز پیشین سنت رم خوانده و در صف ششته در انتظار نماز جماعت، مؤذن صاحب می آیا و باز می گوید که قد قامت الصلاة، با اون نمازی که شما آمده بودین آلی چی میشه؟ آلی او برپا میشه. این معنی را داره. این معنی را نداره که بخیر خانه استیم وقتی که میشه انشالله با می رکوع که میرسیم، انشالله با رکوع که میره نه دویده میره منجا میرسیم. این معنی نیست. این معنی است که پیش از اقامه جماعت مسلمان کجا باشه؟ مسجد باشه. اگر بسیار پیش آمد تحیت المسجد هم خواند و وقت بود تلاوت بکنه. مصاحف را امام صاحب در مسجد قلف نکنه در چی و مؤذن صاحب که دست کسی نرسه، این به خاطر خواندن است. میمانه خو مردم میبره حول یک مصیبت خو نیست، اون مجبور است. یعنی اصل مسئله ای است عزیزان گرامی که فلسفه اقامت ای است که نمازگزار وقت در مسجد باشه. اینجا چی میشه؟ از خلاص فکر است منتظر است که چی وقت اقامت میشه بعد از خانه ما 1 دقیقه راه است میرسیم بخیر. صحیح است 1 دقیقه راه است، خوی اذان به این خاطر بود که وقت بیایی و اقامت به این خاطر است که شما در انتظار جماعت هستین و مؤذن صاحب اعلان میکنن که وقت جماعت فرا رسیده، استاد شوید. قد قامت الصلاة. قد معنی البته، قطعا، بتحقیق. قد چیزی را که در انگلیسی already میگوین. قد بتحقیق. و این قد شما میفهمین از 400 بار در قرآن کریم بیشتر آمد. تو هم مثالش گفته میتن قد تبین الرشد، قد سمع الله، قد افلح المؤمنون دیگه، لقد سمع الله دیگه، و قد دخلوا. بالکل قد امی قد است. امی معنی را در هر جای داره. معنیش چی هست؟ به تحقیق. یک جای که یاد گرفت معنی 400 جای یاد گرفت. قرآن که میخوانی بفهمی که این موضوع این جایی که قد آمده معنیش است که به تعبیر تأکیدی فرموده شده. تأکید. هر جمله که شما میخواین که دو تأکیداً صحبت بکنین در عربی قاعده ای است که در آغازش قد میارین. قد به تحقیق همون وقت انتظار از به پایان رسید، به تحقیق جماعت چی شد؟ ایرم نگفته که تقوم قامت، بالکل استاد شد. شما بخیر آمدگی تان بگیرین، در صفا منظم شوین. این طور نیست که کسی او طرف استاد است، کسی او طرف، کسی گپ میده. قد قامت الصلاة. قامت برپا شد، استاد شد. الصلاة چی معنی؟ نماز. فلهذا ما شما ایره فهمیدیم که اذان اعلان و اخبار نماز است که مردم به طرف مسجد یعنی انتظامات و ترتیبات خود بگیرن به طرف مسجد بیان. و اقامت یا تکبیر، ایره در اصطلاح تکبیر گفته میشه، اقامت هم گفته میشه. این اعلان برپا شدن جماعت است که دیگه چی استاد. یعنی به این معنی زن گرامی که مسلمان ها پیش از اقامه جماعت اونجا استاد باشه. به همین خاطر یک فضیلت هست انتظار الصلاة. انتظار از یک نماز به دیگه نماز انتظار هم آمده و اونجا که در مسجد ششتین او انتظار هم است. رسول الله صلی الله علیه و بسیار یک فضیلت بزرگی را بیان فرموده که فذلکم الرباط. ای امو
به اصطلاح سرحد است، حدودی است که یک مجاهد فی سبیل الله اونجا مرابط هست و حفاظت میکنه. یک مسلمان امی قسم هست، کمر بسته هست به امر الله رب العالمین که چی وقت او را تطبیق کنه و تعمیل بکنه. قد قامت الصلاة. پس ترجمه کنین قد قامت الصلاة نماز. قد قامت الصلاة. پیش از وضو ای دعا گفته میشه در احادیث آمده، بسم الله، بسم الله، فقط بسم الله. و اغلب احادیث بسم الله آمده. اگر بسم الله الرحمن الرحیم خواندن، لیکن در احادیث به امی حد آمده بسم الله، بسم الله. و در بسیاری چیزا در آغاز ای کارا امی بسم الله آمده. مثلا پیش از نان خوردن هم آمده بسم الله، بسم الله. ایرا شما ترجمه کنین چون که خواندین. بی چی معنی؟ اسم الله، یعنی بنام الله. و او مفاهیم که ما و شما در بسم الله خوانده بودیم ذهن ما و شما باشه که بسم الله چی فواید داره و انسان وقتی که بسم الله را میخوانه چی تصوراتی داشته باشه و چی معانی و مفاهیم را استحضار داشته باشه و بوچی باشه. بسم الله. و دعای بعد از وضو عزیزان گرامی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ای فرموده مبارک صحابه کرام نقل فرموده که بعد از وضو یک دعا است، اگر او را کسی بخوانه بعد از وضو 8 دروازه بهشت پیش روی باز میشه. عملی کم و ثواب بسیار بزرگ. به این دعا خواندن بعد از اینکه وضو بگیرین این دعا بکنید. طبیعی است که این معنی را داره که ما و شما وقتی که وضو میگیریم اون عبادت است، بسیار به اتقان، بسیار به توجه. قسمی که در سنت ها و مستحبات وضو هست او را در نظر بگیریم، استا استا وضو بگیریم، عجله نکنیم و بعد از او این دعا را بخوانیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده که برای او 8 دروازه بهشت باز میشه. او دعا چی هست؟ این دعا است: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرین. دعا مختصر است. در بعضی روایت آمده که دست خود هم به طرف اسمان بالا کنه. امی قسم 8 دروازه جنت باز میشه. که عموما از این فضیلت و از این برکت یعنی مردم خود محروم میسازه. اول خو متوجه نیست، در وضو صحبت میکنه، ورخطا میبره، دویده و به دعا متوجه نیست. ما به شما گفتیم، یک کسی را ما گفتیم بسیار زود می تو وضو گرفت. گفتم که وضو را کمی، گفت 40 سال تجربه داریم. 40 سال تجربه داریم گفت. یعنی 40 سال امی قسم زود گرفتیم. مالی خود تجربه غلط است. اگر او 40 سال 50 سال هم باشه تجربه غلط است. 40 سال تجربه درست با صحیح است. فهمیدین؟ منظوری وی بود که یاد گرفتین. در نماز ما شما 40 سال تجربه داریم. چقدر زود او را میخوانیم. خب ایرا شما ترجمه کنین خودتان چون که خواندین. اشهد ان چی معنی؟ بر این که لا اله الا الله. سیکنین شما تحت اللفظ یک لفظ را ترجمه میکنین و این مطلوب است. اینجا ستیپ اول قرآن فهمیدن ترجمه هر لفظ است. بعد از او تفصیلات دیگه بعد از این می آید. فهمیدین؟ اشهد ان لا اله الا الله. عزیزان گرامی،
شرح لا اله الا الله در اذان گذشت ما به اشاره کردیم. اشهد شهادتین و فریضه شهادت حق ما دیروز در مورد صحبت کردیم. فقط یک موضوع خدمت شما در روشنی حدیث ما میگوییم که کلمه ساده و عادی نیست. لا اله الا الله سرنوشت ما و شما به گیری خورده. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده کسی که آخرین کلمهش ای باشه، امی کلمه، یعنی بعد از دنیا رخصت میشه، دخل الجنه، به جنت داخل میشه. این موضوع عادی خو نیست. نه انسان از همه ما شما رخصت میشیم. الله رب العالمین امی کلمه را به ما شما نصیب فرماید. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. دخل الجنة. وی به کی نصیب میشه؟ طبیعی است که کسی که در زندگی به این کلمه بوده، آشنا بوده، معنا و مفهومی را میفهمید، مقتضیاتی را در نظر میگرفت، پیامی را به انسانا میرسان، خودش به این عامل بود، همون نصیب میشه. لیکن کسی که سر و کارش به دیگه چیزا باشه، در اخیر اصلا به یادش نمیآید. یک دکتر قصه میکنه که ما در یک شفاخانه در بخش چی بودیم، امرجنسی، میگه 12 نفر که شروع ما فوت کرده، به هر یک میرفتیم تلقین میکردیم، به یک یا 2 نفری نصیب شده. هر کس همون چیزا را میگفت که به او زندگی میگه، چطیات را میگفت آخر عمر. و این قدر خطرناک است عزیزان گرامی، کل زندگی انسان اگر خدا نخواسته به این خاتمه پیدا کنه، یعنی به این ما و شما متوجه باشیم. قضیه لا اله الا الله سرنوشت ساز است. الله رب العالمین به همه ما و شما و به عزیزان ما و شما نصیب فرمایدی کلمه. زیرا که بعد از امی روح که از بدن جدا شوه و انسان باز اونجا راحت ببینه و از عذاب و گرفت الله رب العالمین در امان شوه، بس انسان کامیاب شد. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز. اصلا حساب به او میشه عزیزان گرامی. این نامه‌ای که ما و شما اینجا داریم و تایتل های داریم و فلان، کل چیز یک چیزم به در نمیخوره. به این خاطر سخت فکرمند باید باشیم و به دعا بکنیم. دعای بعد از وضو: اشهد ان لا اله الا الله وحده وحدت یگانگی، هو ضمیر خواندیم، وحده هو او یکتاست. لا اله الا الله است، بعد از او یکتا است. اگر ما اینطور بکنیم باز چطور میگویم؟ وحدک. اگر اینطور بکنیم وحدکم. اینجا است وحده، وحده او اله است، با جز از او اله نیست و یکتا هست. لا شریک له. لا چی معنی؟ شریک و شرکا. این در زبان ما شما هست، میگه فلان شریک ماست، کاروبار شریک ماست. امی سهمدار، شریک، حصدار، این در عربیم شریک است. ما وقتی که میگویم لا شریک نیست، هیچ سهمدار، هیچ حصدار، لهو برای. لا را چی ترجمه کرده بود؟ برای. هو نیست هیچ شریک و سهمدار لهو برای او. در ترجمه شما باید دقیق باشین، بخاطر ای که
اصلا هدفی متد ای است که یک استعداد ایجاد شود، استعداد ترجمه درست. لا شریک له. عزیزان گرامی دی دعا تا به همین جا لا اله الا الله وحده لا شریک له 3 بار اینجا به تعبیرات مختلف اعلان وحدانیت الله رب العالمین است و بیزاری از شرک است. اول گفتم ما و شما اشهد ان لا اله الا الله، باز گفتم وحده، باز گفتم لا شریک له. شما تصور کنین که چقدر مهم است این موضوع. وحدانیت الله رب العالمین اساس دعوت تمام انبیاء بود. ما لکم من اله غیره، از زبان مبارک هر پیغمبر و قومش می گفته شده. و وحدانیت در چی؟ عزیزان گرامی توحید را ما و شما باید به شکل درست و مکمل بیان کنیم. الله رب العالمین واحد است در ذات، در صفات، در حقوق و در اختیارات. این 4 نقطه را یاد بگیرین خوب صحیح. اگر ما و شما توحید را ناقص بیان بکنیم او شخصیت ناقص به بار می آید. در ذات خود تو را یکتا می دانا، باز در حقوق و در اختیارات که آمد باز دیگران هم شریک نیست. این از کجا آمده؟ از اینجا آمده که او توحید را مکمل نفهمیده. الله رب العالمین واحد لا شریک است در ذات. هیچ کس و هیچ چیز در ذات او شراکت نه اصول داره و نه فروع داره و نه اطراف داره. پدر و مادرم نداره، اولادم نداره، کاکا و مامام نداره. ای در ذات هست. دروغ میگوین این نصرانی ها که عیسی را ابن الله میگوین، با دروغ. مشرکین دروغ میگفتن که ملائکه را بنات الله میگفتن، در ذات شریک میکردن، در ذات. و در صفات هیچ کس و هیچ چیز دو شراکت نداره. و عالم الغیب است، هیچ کس غیب را نمیدانه. و محیی و ممیت هست، زندگی و عطا میکنه و مرگ به دست او است. هیچ کسی کار کرده و رب هست، هیچ کس دیگر رب نیست. و خالق صفات الله رب العالمین. در حقوق یہ حق الله رب العالمین است که جبین به او نهاده شود، یہ سر پیش او خم شود، پیش هیچ کس و هیچ چیز دیگر خم نشود. یہ سجده و یہ رکوع و یہ تقدیم قربانی و نظر و دعا از کسی بجز از الله رب العالمین به هیچ کسی دیگر جائز نیست که کسی کار بکنه. چرا که حقی کی هست؟ الله. و در اختیارات، در اختیار، این اختیار الله رب العالمین است که یک چیز را حلال میگردانه و یک چیز را حرام میگردانه. این در اختیار انسانان نیست که حلال را حرام و حرام را حلال قرار بده. این در اختیار انسان نیست که او بر انسان قانون ساز باشه، تشریع کننده باشه. این اختیاری کی هست؟ اختیار الله رب العالمین است. به این خاطر ما میگوییم که به دروغی نیو ورلد آردر نافذ میشه. اختیار اینها نیست. الله خالق است، الله رب است، الله مالک است، الله حاکم است. وقتی که الله رب العالمین خالق و مالک او است، این از کجا انصاف است که خلقت از او باشه، ملکیت از او باشه و قانون و اختیار از کسی دیگر باشه؟ این معقول است؟ در دنیا امی روان است. جو بایدن امی کار شروع کرده که برای انسان قانون خود را نافذ کنه. ایرا ما قبول نداریم. چرا؟ ما عقیده و توحید را میفهمیدیم
که الله رب العالمین نه در ذات شریک داره، نه در صفات شریک داره، نه در حقوق شریک داره و نه در این عقیده را صحیح بفهمید. بعضی مردم عقیده را ناقص بیان میکنه، کل عمر بس در اطراف قبرها میچرخه. و برادر برای زنده چیزی داری یا نداری؟ برای زنده انسان آمده توحید. الله رب وحده واحد لا شریک است. در چی؟ در ذات. در این فراموش نمیکنی، بار بار میآید این موضوع. وی اساس تربیه یک مؤمن است. اساس تربیه یک مؤمن است. وحده لا شریک له. شما ببینین که 3 بار در یک دعا وقتی که موضوع وحدانیت الله رب العالمین بیان میشه، به امی معنی هست که معتقد و فکر مسلمان باید صحیح باشه. الله رب العالمین شرک و شرکا را قبول نداره، ما شما هم قبول نداریم. شما یک موتر دارین و یک کدام مجلس بیه و بگویه که ما در شریک هستیم امرای، یک روز از تو و یک روز قبول دارین، ولا که قبول کنین برادر خود را قبول نمی کنین. زمین داری یک 50 جریب و یک کسی برخیزه و بگویه که 25 از ما، قبول داری؟ توی که قبول نداری با توپک میزنه گفته برادری من. و چطور الله رب العالمین شما شرکا را جور میکنین؟ این ظلم نیست، این ظلم است، این ظلم هست. وحده لا شریک له. بامی خاطر اجزان گرامی قرآن کریم به صراحت فیصله کرده ان الله لا یغفر ان یشرک به. شرک را معاف نمی فرمای، فیصله ایش است. و یغفر، لیکن موضوع اجزان گرامی ما در زمانه قرار داریم که متاسفانه این یک ترند جور شده. موضوع عقیده یہ ٹیکداری یک کسی نیست و هر مسلمان باید قضیه را چی کنه. فهمیدین؟ موضوع است عزیزان گرامی که بجای فهماندن اینجا تاپه زدن زیاد شده. مردم نمیفهمه. کی فهمانده مردم را؟ نمیفهمه. او بیچاره شما او را درک کنین که او کجا درس خوانده، کی او را فهمانده. و میطور آمده روان است و جوان پیر میشه و طفل جوان میشه و می کار روان. او به دلسوزی نیاز داره. به چی نیاز داره؟ به دلسوزی نیاز داره. حد اقل امید دلسوزی دکتر را که ما و شما نداشته باشیم که به مریض چه قسم دلسوز، به تمام قوت کوشش داره که مرض را ازی دور کنه. مریض را دور نمیکنه. چی را دور میکنه؟ مرض را دور میکنه. اینجا مردم آمده مریض را میکشه، میگه این چی است؟ و برد ما حد اقل صبر و شکیبایی یک دهقان را خود داشته باشیم. تخم را غرس میکنه، منتظر نیست که فردا ای را درو، منتظر میمانه. گندم خو در اطراف کابل چند ماه میگیره عجیسه 8 ماه میگیره. او طرفای ما 4-5 ماه چی میشه و بعد بالای چی میآید، برفم میآید، بعد زوی میبراید، منتظر است دهقان. یعنی ما شما حد اقل ای را خو یاد بگیریم. نه به این خاطر قرآن عظیم الشان ای به ما شما ای روش را تعلیم داده که ما و انسان و خصوصا کسی که یک بار گفته که لا اله الا الله محمد رسول الله او داخل دایره شده. ای را تکمیل کردن، ای را بالا بردن، ای را تهذیب کردن، ای را جور کردن، این کار ما و تو هست. نه که او را بکشیم استاد هستیم که نه تو رم قبول نداریم، تو رم نداریم. تو کی را قبول داری؟ خو امی هست دیگه، از کجا بیاریم؟ خو اینا را جور کنیم. فهمیدین؟ امی حکمت دعوت هست. ما شما به این مکلف هستیم که پیام را به مردم برسانیم و اونا را بفهمانیم. یه طور نه که یک بار گپ زدیم و باز بگوییم که وما علینا الا البلاغ المبین. بلاغ مبین را نوح علیه السلام 950 سال کرده، باز گفته وما علینا الا
تو 950 بار هم نگفتی و باز وما علینا الا البلاغ المبین ٹاپا. اس کجا یاد گرفتی؟ عزیزان گرامی به امی خاطر قبح و مذمت و خطرناکی شرک را شما از این دعا بفهمید. لا اله الا الله وحده لا شریک له. و اشهد ترجمه کنین ان محمدا جمله عبده شرف بندی الله سبحانه و تعالی بندی ور ترجمه کنین رسوله پیغمبری. عبد در قرآن آمده، عبادم آمده 125 بار بیشتر آمده و رسول هم آمده. دیروز در درس آمده بود. عزیزان گرامی اینجا در این دعا موضوع عبد، موضوع و کلمه استعمال کردن کلمه عبد یک معنی و مفهوم داره. اصل قضیه ای بود عزیزان گرامی که در امتهای گذشته انسانای صالح را عموما، انسانای صالح که در خدمت مردم بودن، در رساندن پیام الله رب العالمین مصروف بودن، چی بودن، وقتی که اونا وفات می شدن اقوام گذشته بجایی که او اله را بیادش خود یعنی بسپارن او فراموش میکردن، امی رجال صالح، امی مردمان صالح را اله میگرفتن. میگوین که ولی اینام چیزی کاری از کدام شراکت دارن، این قدر که مردمای خوب بودن نه کدام سهم دارن. فهمیدی؟ با امی خاطر این انسان پرستی شروع شده، صالح پرستی شروع شده. هر کس که صالح می بود باز مردم فکر میکنه که ولی بدست این یک چیزی است، این دادگی است، این چی میگفتن، اینا چی هستن؟ این رسیده هستن، بزرگ هستن، رسیده هستن و ما دامن اینا را میگیریم. او اله را خیر است باز ببینیم، دامن اینا را میگیریم، این ما را کش کرده میبرند، کش کرده. او گپا نیستو برادر. در این دعا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دادا که ما بیشک جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در انسانیت اعلی ترین درجه داره، امام الانبیاء هست. فهمیدین؟ و به گفته شیخ سعدی رحمت الله علیه بعد از خدای بزرگ توی قصه مختصر گپ امی هست لیکن اله نیست. فهمیدین؟ عبده بنده او هست. یہ انسان بزرگ و عظیم هم بنده الله رب العالمین است و او افتخار می فرمود به بندگی الله رب العالمین. عبده و در کل زندگی خود امیر تعلیم داده. عبده یعنی به این معنی عزیزان گرامی تا که در این امت برای همیشه دروازه انسان پرستی چی شوه؟ بسته شوه. وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به این مرتبه و مقام بلند که الله رب العالمین می فرماید و رفعنا لک ذکرک، اون بنده هست، اله نیست، شریک و سهیمدار در خدایی نیست. یک کسی دیگه کجای مقام را می داشته باشه که به اوی مقام کسی قائل شوه؟ هیچ کس نداره، هیچ کس نداره. عبده بنده او هست لیکن بنده تا بنده فرق است. فهمیدین؟ او بنده او هست لیکن رسولش است، مستقیم نماینده هست. خودش اعلان می فرمود در آیات قرآن کریم قل انما انا بشر، لیکن فرق چی است؟ یوحا الی، مستقیم ارتباط داریم. یوحا در هر لحظه جبرائیل امین می آیا مرا می فهمانه کی گپی تو رسی. این فرق است. کسی طور پیدا نشود بندگانی که آل امام رابطه داریم، نه دیگه کس این رابطه
این رابطه کسبی نیست که کسی خودش این رابطه جور کنه، این عطایی است، الله رب العالمین عطا میکنه. فهمیدین؟ بسیار سهل و آسان است این معتقد ما و شما. ما حیران هستیم که از این عقیده این مردم چرا این مشکل جور کرده. این بسیار عجیب نیست، این چقدر آسان صاف سطره یک موضوع هست. آیا این قابل جنگ است که به مسلمان جنگ بکنه؟ این قابل جنگ است؟ ما خو زیاد مسلمان را میبینیم درامی جنگ میکنه. یهودا و نصرانی ماندن بجای خود، میگه ای را پراندیم، پراندن است اینجا. وحده لا شریک له اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بخوانن متطهر. اللهم ما پیش خوانده بودیم میرا ای الله. ترجمه اللهم که در قرآن آمده بار الها، ای الله، اللهم اجعل بگردن، نی اشاره کنین، اشاره ای طور میشه، کسی ای طور میکنه، کسی ای طور اول نشان بتیمی آلی بکنیم و اگر ای طور بکنیم اجعل، و اگر ای طور بکنیم اجعل، اگر ای طور بکنیم اجعل هم، اگر خانم باشه اجعلها. ماشاءالله شما عربی را یاد گرفت. اینجا است اجعل نی بگردان من را من از التوابین، تاب، تائب، تواب، توبه، این در زبان ما و شما هست، لیکن اینجا شما ملاحظه می فرمایین که من التائبین نیست، من التوابین. این صیغه مبالغه هست، از بسیار زیاد رجوع کنندگان. توابی صفت الله رب العالمین هم آمده و صفت بنده هم آمده. مثلا انه کان توابا فسبح بحمد ربک انه کان، که او سبحانه و تعالی تواب است. وقتی که صفت الله رب العالمین بیایا این معنی را داره که بسیار زیاد توبه قبول کننده، هر لحظه گناه بکنه و امو لحظه برگردین. 100 بار مگر شکستان دی باز بیا. این در نومیدی نیست، این دروازه بسته نیست. الحمدلله تواب شب روز هر وقت در سجده در رکوع منجا ششته بس مراجعه بکو، کانکشن قائم میشه، هیچ دروازه بسته نیست. و اگر صفت بنده باشد مثل که در اینجاست، مرا بگردان از بسیار زیاد توبه کنندگان، معنیش این است که بسیار زیاد رجوع میکنه. این طور نه که در رمضان رجوع کرده و کار خلاص کردیم صاحب به رمضان دیگه، نه، هر لحظه برش رمضان. یا در عمره دعا کردیم صاحب کل کارا را خلاص کردیم، باز ببینیم دخیر 80 ساله که شدیم. نه، من التوابین، از بسیار زیاد توبه کنندگان. وجعل چی معنی؟ اجعل نی من المتطهرین. متطهرم فقط طاهر نیست پاک او مطهر، بلکه متطهر است. در این مبالغه است، از بسیار زیاد پاکان، یعنی او کسی که بسیار زیاد خود را پاک میکنه، تصفیه میکنه، صیقل میکنه، از امو مرا بگردن، از او بندگان خود. ایزان گرامی دعا فضیلتش خودی دی که 8 دروازه جنت باز میشه. معنی ای را ببینین که چقدر عظیم است. اصل موضوعی است عزیزان گرامی
که انسان قسمی که بعضی ها گفتن که از نسیان هست که بسیار زود فراموش میکنه. امی لحظه جور هستیم، امی لحظه باز گډوډ میشیم. امی تو راست نه، خو هر کس خدا میفهمه میشناسه، مثل مرغای وطنی واره. فهمیدین؟ این چی که از فارمی این خود شورم خورده نمی این را که تیله نتی از جای خود شورم خورده نمیتن. با امی خاطر خود کل مردم فارمی شدن، امی را زیاد میخورن. او را که زیاد میخوره او تاثیر داره، بلکل هر گوشت تاثیر داره در چیز. این مرغای فارمی بسیار خطرناک است. فهمیدین؟ این انسان طبیعتش همی است که زود فراموش میکنه، که فراموش میکنه گناه میکنه. فلهذا بس ضرورت است که تخت پاک باشه و فورا نور چی کنه؟ پاک کنه. این توبه هست، امی توبه هست. و شما را شیطان این وسوسه اندازه که ولای چند بار توبه کردیم دیگه بس است، دیگه این وعده خلافی میشه، دیگه ایش توبه نمیکنیم. این وسوسه شیطانی است، گوش کنیم. بعض مردم به امی حد میرسه، میگه ولا آل آب سر تیر شده، چی یک نیزه باشه و چی این وسوسه شیطانی است. در توبه آب سر تیر نمیشه. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید، حدیث قدسی است، این بنده ما میگه اگر با امی زمین پر گناه بکنه و باز پیش ما بیاید توبه و استغفار بکنه، ما با امی اندازه به او حسنات میدیم. اینجا این برکات است. فاولئک یبدل الله الا من تاب و آمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. فقط بخشیده نمیشه، امی سیئات به حسنات تبدیل میشه. پس اینجا جای ناامیدی هست، این شیطان است که ناامید میشه عزیزانو. فهمیدین؟ پس ما و شما چون که بسیار گناه میکنیم، فلهذا به بسیار زیاد رجوع ضرورت داریم. پس دعا میکنیم اللهم اجعلنی من التائبین، نگفتیم که یک بار توبه کنیم، من التوابین. فهمیدین؟ چون که بسیار زیاد خود را آلوده میکنیم، به خود این دعا نکردیم که ما را از پاکان بس. از بسیار زیاد که اهتمام میکنه به پاکی، جای آلوده شد پاک میکنه، باز آلوده شد باز پاک میکنه. فهمیدین؟ و این پاکی عزیزان گرامی، اول خود در مورد توبه باید بفهمیم که توبه را ما و شما بسیار میطور العوبم جور نکنیم، مزاح. فهمیدین؟ که اراده و تصمیم گناه را گرفته باشیم که این را خو میکنیم هر قسمی که شوه، باز تا این غلط است. فهمیدی؟ د توبه اولین شرطی است که انسان به گناه خود چی باشه؟ پشیمان خو باشه حد اقل. اینطور نگویه که خوب کردیم که کردیم، اینا کشتیم خوب، فهمیدی؟ بنیادش کندیم، اینطور نه. به او خو ملامت چی بکو. فهمیدی؟ یعنی حد اقل به آینده انسان تصمیم بگیره که را نمی کنیم. لیکن چون که انسان هستیم اگر بازم شد باز رجوع میکنیم. و سومین قضیه است عزیزان گرامی، اگر حقی موجود باشه، ملموس مادی حق باشه، او را باید به امو صاحبش چی کنیم؟ برگردانیم. این طور نه که زمین 50 زمین جریب خوب قبضه کردیم، شالی را کشت میکنیم سرش، فهمیدی؟ یا گندم، و باز توبه میکنیم اول او را خوبتی. فهمیدین نه؟ و دیگه ایست عزیزان گرامی که اگر حقوق معنوی کسی را غصب کرده باشیم، غیبت کسی را، وی بسیار معمول است. تعرض از امی قسم در حق او دعا بکنیم. بعض علما فرموده اگر غیبت کسی را کردین و شما نمیتانین که او را خبرم بکنی، دیگم قار میشه، بد کده بودی که غیبت ما را کرده بودی، و دیگم جنجال جور میشه نه؟ این خو افغانستان است، هر جای میشه، اینجا میشه، هر جای میشه.
باز د او صورت در حق او چی بکنیم؟ دعا استغفار با امو حد با اخلاص استغفار طلب مغفرت با او بکنیم که به خود میکنیم تا که مطمئن شویم که انشاءالله این گناهی به دعای ما به او بخشیده شده. فهمیدین؟ این توبه هست. این طور نه که انسان لو کده روان باشه و باز میگه یا الله توبه. یک مفسر نوشته کرده که بعض مردم استغفار میکنه و لازم است که به امی استغفارش یک استغفار دیگه بکنه. فهمیدین؟ به این خاطر که ای او را چی جور کرده؟ در امو لحظه گناهم روان است. امو لحظه میگه یا الله توبه، یا الله توبه، یا الله توبه. این چه قسم توبه است؟ حضرت علی رضی الله عنه از اونها یک روایت است که توبه الکذابین است. این توبه چی هست؟ دروغگویان است. این خود در امو لحظه روان مستی. چی مستی؟ و یا الله توبه. این موضوع است عزیزان گرامی. در طهر و در پاکی عزیزان گرامی قسمی که شما ملاحظه میفرمایین از همه انواع پاکی مراد است. ذهن و فکر انسان پاک باشه، یعنی معتقد و فکری او پاک باشه، اخلاقش پاک باشه، جایی که زندگی میکنه بود و باش داره پاک باشه، خودش منظم باشه. فهمیدین؟ مسلمان یک انسان پاک منظم نظیف است و این تعلیمات اسلام است که در اجتماع عام که میاین روز جمعه روز عید باید امو بهترین کالای خدا چی کنی. حکمتش دامی است که امی همسایه شما اذیت نشوه، ملائکه اذیت نشوه، تمامی چیزا او منظم است، گرد ورد نیست، دفترش پاک است، دکانش منظم است، اگر کدام جای کارخانه داره او منظم پاک، شهرش منظم است، شهروالیش منظم است، کلش پاک. وجعلنی من المتطهرین، وجعلنی من المتطهرین. ترجمه کنین اللهم اجعل نی اشاره کنین نی من التوابین و اجعل نی من چما المتطهرین از بسیار پاکان. فتح الله علیکم. عزیزان گرامی عید ما و شما یک جمله را در اذان اضافه خوانده بودیم. چی جمله بود؟ الصلاة. او بزرگ گفته که علم مردم خواب هستند. ای در چی صبح خوانده میشه، شما گفتین که اینا خواب هستند. خو نه بیدار هستند انشاءالله. و جمله که در اقامت بود قد چی ترجمه کرده بود؟ و دعای آغاز وضو بسم الله و اختتامش من المتطهر. بایی چی ثواب مرتب میں شکر ذکر. عزیزان گرامی ای حدیث صحیح ثابت از رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. آلی اگر کسی بگویا که یہ چی خواهی یک دعای آسان است و اش دروازه ای را چی جور نمی آیا با عقل بریو بگوی که عقل تو دور بمان، عقلت اینجا کار نمیتا، عقلت اینجا کار اینجا فرموده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او اساس. فهمیدین نی؟ بعضی فلسفیه ای طورم پیدا میشه که اولا به ای کاری در عقل ما نمی گنجانا، عقل تا جور کو، عقل جور نیست. وقتی که تسلیم کردی که رسول الله است صلی الله علیه و سلم هر چیزش باز قبول داری. فهمیدی؟ باز معیار اینجا عقل نیست و چیزی که او فرموده امو معیار است. قواعد زن گرامی ما و شما در ابتدا گفته بودیم امی حروف را ادامه میتیم 3 حرف دیگه. دا ډیرو احادیثو کې نه راغلی. اخیری جمله امدا وجعلنی من المتطهرین. ٹی پی آئی را تکرار کنیں.
یک بار دیگه. همه با هم بگوییم. ماشاءالله. ما شما ایرا چند بار گفتیم، امروزم تکرار میکنیم که عربی مشکل نیست. تمام عربی که در قرآن کریم از احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله، تفسیرای مفسرین قدیم که به عربی نوشته کرده، کتب فقه، کتب اصول، کتب آداب، کلش از همین سه چیز نمیبراید. یا اسم است، یا فعل است و یا حرف است. اسم را ما و شما خواندیم، با یاد شما است الحمدلله. دیروز که ما چی کرده بودیم؟ حرف به شما گفته بودیم که حرف او کلمه هست که اسم و فعل را یک بینا یک جای میشه. و باز گفته بودیم که ما دیروز سه حرف را خواندیم. اولش چی بود؟ عن. بخاطر ای که به ما و شما معلوم شود که چقدر بسیار زیاد استفاده شده، استعمال شده، ایرا ما با اموز ضمائر هفتگانه در قرآن میبینیم. ای بسیار زیاد آمده، بسیار زیاد آمده. از امی قبیل سه حرف امروز ما و شما میخوانیم. اول خو یک تنفس عمیق بگیرین و این دعا را بخوانین. یک بار دیگه این دعا را بخوانین. ربی زد نی کجا چی قسمی؟ اگر این طور بکنیم ربی زد نا زد هم، ای زد نی است. مرا اضافه فرما در علم. این حروف را شما میبینید عزیزان گرامی، ب، فی و علا. ب، فی و علا در قرآن کریم به این ضمائر هفتگانه 3617 بار آمده. فهمیدین؟ شما اول بی را بخوانید همراه ضمائر. بهی، بهم، بی، بنا، بها. فرض کنین شما کسی را به قرآن دعوت میکنین که بین یک صنف از قرآن میخوانیم. اگر به او بگوین تو را خدا بزنه، گم استی شب و روز، اینجا باید تو درس بخوان، او میآید؟ نمیآید. اگر به کسی شما یک دعوت خوب مکلف جور کردین و باز به او بگوین تو بیای خود اینجا و بسیار مکلف چی جور کردین، لیکن در وقت استقبال، در وقت چی بو بی‌اعتنایی بکنین، بهش بگوی برو اونجا گم شو، اونجا بشی، زهر و مرگ بخور، او میآید ولی خود با گشنگی میته، لیکن به این قسم دعوت نمیآید. جایی که عزت نفس ما مجروح است، جایی که ما احترام و وقار نداریم و کل دنیا به ما بتما اونجا، امی قسم از زن گرامی کارای خیرم است. ای خو خزائن هست. فهمیدین؟ ای اسلام یک تحفه الهی هست. ای قرآن عظیم الشان، ای تعلیمات دین. اگر ما به شیوه نادرست ایرا پیشکش بکنیم، مردم ایرا قبول نداره، و خصوصا مردم ما و شما. ای خو یک نوع چی هست اینجا ما و شما میبینیم. یک کسی را در انډیوالی ببر، هر جای که میبری میرم رای، هر جای هر سختی جان یعنی چی میده. لیکن در کار خیر او اگر به انډیوالی و به دوستانه و به صمیمیت و به شفقت و به احترام به او این کار نکنیم، نداره قبول. فهمیدین؟ و هدف و غرض ما و شما از کار خیر این خونه است که گروه خود را کلان کنیم، این خونه است که یک شهرت پیدا کنیم. این خو اصلا نیست، این خو مطرح نیست. مطرح است که چطور با هم به جنت برویم. فهمید؟ اصل قضیه است چطور الله رب العالمین راضی شود و این دینم بفهمه و یک نوع این امید طور به چی ضرورت است. فهمیدین؟
این قضیه هست، این اولین نقطه هست عزیزان گرامی که ما و شما اسلوب و شیوه دعوت را بفهمیم. با همین قرآن خواندن اگر شما کسی دعوت کنین با یک اسلوب بسیار جالب، یک چیز بسیار خوب، با نماز اگر کسی دعوت میکنین، با یک کار خیر در منطقه اجرا میشه، پاککاری هست مثلا مسجد پاک میکنیم یا کوچه پاک میکنیم، با کدام خوشی هست در او خدمت باشه، اگر ما با اسلوب درست مردم را دعوت کنیم قبول داره. فهمیدین؟ و خصوصا از مسلمان خو امی چی هست، یعنی در مسلمان خیر موجود است. فهمیدین؟ نه خیر موجود است. آل امور ها را جستجو کنیم که به او جبر هستیم. فهمیدین؟ امور راه را که پیدا نکنیم و از غیر راه داخل شویم، غیر راهی که او اجازه میته، ما موفق نمیشیم. فهمیدین؟ و قرآن عظیم الشان امی شما قصص انبیاء را بخوانید با وصف تمامی ای انکاری که اقوام میکردن. و پیغمبر گفتن با نوح علیه السلام گفتن که قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین، تو گمراه هستی، بیراه هستی. چقدر تشدد. او چی میفرماید؟ یا قومی لیس بی ضلالة ولکنی عزیزانم، قوم ما، عزیزان ما، شما چیزی که گفتین او طور نیست، ما گمراه نیستم، لیکن پیغمبر و فرستاده الله رب العالمین است. اگر به ما و شما کسی بگوید تو گمراه هستی، ما چی میگویم؟ پدر تو گمراه، امو پدر کلانت هم گمراه بوده، امو کل قوم قبیله تو گمراه. اسلوب پیغمبر خویی است. و تو گمراه هستی، گفت شاید ما گمراه نیستم. خو خلاص به امی حد امو الزام و تهمتی که او بسته کرده او را از خود چی کو که نیست، ما اینطور نیستم. به این خاطر عزیزان گرامی ما و شما در این جامعه به سخت نیاز داره، سخت ضرورت هست و مردمم که از دین دور است. یکی ما خود داری فکر کردیم، یکی از عوامل دوری امی هست. فهمیدی؟ به این طور انشاءالله شما از امو قسم شخصیت ها و بزرگوار و دعوتگرای هستین که انشاءالله به امی طریقه مردم را به خیر ما و شما دعوت کنیم و فرا بخوانیم. یکی موضوع دوم در دعوت ایست عزیزان گرامی که بدل نخواسته، امی طور پژمرده، امی طور بی احساس اگر شما گپ میزنید اون تاثیر نداره. شما از عمق قلب گپ بزنین، با امو اخلاص صحبت بکنین. فهمیدین؟ بعضی تاثیر داره. و یک چیز دیگه عزیزان گرامی که با امو شوق، با امو رغبت، یعنی قسمی که شما برای خود خوش دارین، امی قسم به دیگرای خیر را شما بپسندین، بازو قبول داره. اگر تو بوی با نماز میای ام بی، اگر نمیایم برایت خوبی، هر جای که میری گم شو. ولا که ای به دعوت به پژمردگی ولا کسی قبول کنه. فهمیدی؟ با امو رغبت، با امو محبت و با امو چی یک موضوع. موضوع دوم عزیزان گرامی ای که الحمدلله ما شما 4-5 روز است که با هم اینجا هستیم، خدمت شما را عرض کنیم که با قرآن عظیم الشان و مجالس قرآنی عظمتی را از خود قرآن کریم شما بفهمید که این مجالس چقدر عظیم است. قرآن عظیم الشان در او شب که نازل شد او را کدام شب میگوید؟ شب قدر. بعضی مردم شب لیلة القدر میگوید. شب مو لیله سو برادر، شب لیلة القدر یا شب بگو و یا لیل بگو، اینطور نگو یا آینده خو شب قدر یا لیلة القدر. سه رکعت ویتر او خو د ویتر خو چیست زیرا که 5 ویتر است نه او خو چی مشکل نیست. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. خو ببرکت قرآنی خیریت بوچی شده. در ماهی که نازل شده قرآن کریم می فرماید شهر رمضان الذي بخاطر نزول قرآنی برکت داره.
بود از تمام ماها، در تمام ماها افضل شده. باز شما میبینی عزیزان گرامی به شخصیتی که نازل شد جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او سید الاولین والآخرین شد، امام انسانیت، امام انبیا شد. فهمیدین؟ ای به برکت قرآن عظیم شان باز شما میبینین به این امتی که نازل شد در ما شما دیگه چیز خیریت که هست از برکت قرآن است، چون که قرآن ما را فهماندن که امر بالمعروف چی است و نهی عن المنکر چی است، ما را فهماندن که خالق و مالک شما کی هست، کل توسط یمی فهمانده شد. باز دو شهری که نازل شده امو بلد و افضل بقاع الارض شده، ای مکه المکرمه. فهمیدین؟ این مرکز تمام ای دنیا هست. فهمیدین؟ القرى ام القرى به ای خاطر برش میگوید ام القرى. و باز شما ببینین کسایی که اولین متمسکین به ای کتاب بودن و ای را هضم کردن و دی قالب خود را انداختن و یک امتی از اونا جور شد. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین. نه تاریخ مثل اونا را پیش دیده بود و نه آینده خواهد دید. به تعبیر یک مفکر اسلامی و می فرمایا جیل قرآنی فرید و یک نسل قرآنی ممتاز شده. فهمیدین؟ و بالکل مانند ستاره ها هر جای که رفتن و منطقه را منور ساختن. این چه ممده بودن؟ شاید به برکت اونا و شما اینجا عالم مسلمان هستن. فهمیدین؟ رضوان الله علیهم اجمعین. فلهذا ای امت بازم امو قسم عظیم میشه توسط امی قرآن. فهمیدین عزیزان گرامی؟ به ای خاطر ما و شما از الله رب العالمین سپاسگزار هستیم که توفیق عطا فرمود. ما میفهمیم که در زمانه مصروف و که طفلم فرصت نداره. از مکتب که میایه مادرش میگه با کورس برو، با کورس انگلیسی. از اونجا که میایه با کورس ریاضی برو 2 بجه. از اونجا که یک او بیچارم برای بازی وقت نداره، کلانه خو بیز وقت نداره. ای که الله رب العالمین توفیق داد و چند لحظه میشینیم به شکر الله رب العالمین را بجای بیاوریم و دعا بکنیم که الله رب العالمین استقامت نصیب فرماید. گاهی طور میشه که ولا بس اسامی 5 روز که شد نی مولا شدیم، خلاص مولا شدیم. باز میبینیم انشاءالله دوره بعدی کی طور نشه که کسی نگوره فردا. فهمیدین عزیزان گرامی؟ به این خاطر ای دعا بکنیم و ای خیر را به دیگران هم برسانیم. ما باز امو قاعده که امام مالک رحمت الله علیه فرموده زیاد تکرار میکنیم: لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. آخرین امت توسط امو نسخه جور میشه که اولی امت را ساخته و امی قرآن کریم است. پس الله رب العالمین به ما شما توفیق نصیب فرماید. ما شما ای جلسه ششم 63 کلمه را یاد گرفتیم معنی او که در قرآن کریم 23267 بار آمده. اگر در 6 روز انسان 23000 کلمه و معنی او را یاد میگیره، این بسیار آسان است، بسیار زیاد آسان است. این که شما یاد گرفتین یا نگرفتین این به این تعلق داره که شما قرآن را باز کنین و باز بخوانین. بس شما خودت معلوم میشه، شاید کسی تجربه کرده باشه، کم تجربه کرده باشه، باز معلوم میشه که ایجا میفهمیم، ایجا را میفهمیم، ایرم میفهمیم و با امی قسم ما و شما به قرآن کریم وصل میشیم. و امو حلقه مفقوده هست که چی شده؟ یک بار باید زنجیر باید وصل شود. امو حلقه باید پیدا کنیم و به قرآن کریم وصل شویم. مشکل روانی ما حل میشه، جسمانی ما حل میشه، فقر ما برطرف میشه، تفرق و انتشار و اختلاف ما از بین میره، صمیمیت و اخوت جایگزین میشه، جایگزین تفرق و یک امت انشاءالله سربلند میشیم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم
ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.